أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب النهی عن اضاعة المال في غیر وجوهه التي اذن الشرع فيها. یعنی باب در مسئله منع بودن صرف کردن مال در غیر وجهایی که اجازت داده از شرع یا اجازت نداده از شرع در آنها. یعنی که مال را در آن جایهایی که شریعت اجازت نداده است در اون جایها صرف کردن را شریعت منع میکند. یعنی که مال، حتی انسان اگر مال حلال خچم باشد، باید در جایهای صرف بکند که شریعت اون را اجازه داده است. این طور نیست که انسان بگوید که مال خودی من هست، چیزی که من میخواهم با اون میکنم. یا که مثلا بعضی میبینی ماشینش علاوه سر میته میگه مال من است، یا خانه‌ش یا سوموش علاوه سر میته میپرتوید میگه مال من است، من چیزی میخواهم میکنم. نه، این طور این جایز نیست. اگر این انسان این کار بکند حرام است. برای اون ضایع کردن مالش جواب خواهد گفت. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب دو حدیث برامون تقدیم میکند. اولین حدیثی که در این باب است حدیث 1780 کتاب ریاض الصالحین است که امام نووی رحمه الله میگوید: عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله تعالی یرضى لكم ثلاثا، گفتن که الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد از شما سه چیز را. یعنی که برای شما الله سبحانه و تعالی سه چیز را دوست می‌دارد. و یکره لكم ثلاثا، و الله سبحانه و تعالی بد می‌بیند، زشت می‌داند برای شما سه چیز را. سه عمل از جانب شما اگر به وجود بیاد، الله سبحانه و تعالی اون عملها را بد می‌بیند. خب فیرضی لکم ان تعبدوه، اول میگوید اون سه چیزی که دوست می‌دارد همین است که دوست می‌دارد الله سبحانه و تعالی که ان تعبدوه، شما الله را عبادت بکنید. پس الله از بندگانش عبادت کردن را دوست می‌دارد. ولا تشرکوا به شیئا، و الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد که شما در بر الله کسی را شریک قرار ندهید. و ان تعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، و همچنین الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد که شما چنگ بزنید همه بر اسمان الله سبحانه و تعالی، ولا تفرقوا، و پراکنده و فرقه و گروه نگردید. پس این سه کار را الله سبحانه و تعالی از بندگانش دوست می‌داشته است، میپسندیده است که بندگانش این سه کار را انجام بدهد. و یکره لکم، اکنون الله سبحانه و تعالی نمیپسندد و زشت میداند، بد میداند از شما سه کار را. یکم قیل و قال، یعنی قیل و قال را، یعنی که فلانی گفت و فلانی میگوید و سخنانی بیهوده گفتن را الله سبحانه و تعالی از شما دوست نمیدارد. یکم. و دویم و کثرت السؤالی، و بسیار سوال کردن را، یعنی سوال های بی مورد، بی معنی، بی منطق، بسیار پرسیدن را الله سبحانه و تعالی همچنین دوست نمیدارد. سخنانی به معنا را الله سبحانه و تعالی دوست نمیدارد. یعنی خیلی انسان میاد میگه که مورچه با حضرت سلیمان صحبت کرده بود، نر بود یا ماده، یا سگی که با اصحاب کهف بود، نر بود یا ماده. خلاص این چیزایی است که چه فایده برای ما و شما ندارد. این در همین کثرت سوال می‌دراید، یعنی سوالای بی منطق و بی معنی. انسان باید چیزی را بپرسد که با فایده دنیا و آخرتش می باشد. یعنی اگر که سوالهای زیاد دینی باشد با که ندارد. سوالهای زیاد دینی، یک آدم مثلا 20 سوال 50 سوال یک کس را بدهد به خاطر فهمیدن اون حکم ها، در این صورت شریعت معنی نمی کند. چرا که ابن عباس رضی الله عنه است که وقتی پرسان شدن که شما اصحاب اینقدر علم از کجا جمع میکنید، از کجا گرفتید، گفتن از سوال زیاد. این سوالی موافقی شرعی زیاد اگر باشد در این صورت باکی ندارد. اما سوال های بی منطق اگر یک تشم باشد، این امی کثرت سوال و بی منطق گویی و سفسطه گویی ده می دراید.
و اضاعت المال، سومین چیزی که الله سبحانه و تعالی بدش میبیند این اضاعت المال هست، یعنی که بیهوده صرف کردن مال یا مال رو در غیر وجه شرعیش صرف کردن رو الله سبحانه و تعالی همچنین بد میدیده است از بندهش. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کرده که است و تقدم شرحه، این حدیث را میگه شرحش گذشتگی بود، یعنی که حدیث 340 در همین کتاب ریاض الصالحین تقریبا همین حدیث گذشتگی هست، یعنی این حدیث یه بار تکرار گذشتگی است. اما در اینجا برای چی آورد؟ برای همین و اضاعت المال، فقط جای شاهد همین کلمش است، یعنی که زنه که باب ما در مسئله منع بودن صرف کردن مال در غیر وجه شرعیش که است، برای همین اضاعت المال این حدیث را بار دیگر دوم بار تکرار کرد امام نووی رحمه الله. خب بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1781 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عن وراد کاتب المغیرة قال، میگد از وراد نویسنده مغیره روایت است که گفت املا علی المغیرة فی کتاب الى معاویه رضی الله عنه، میگد که املا علی یعنی که املا کرد، یعنی که به من گفت مغیره برای نوشتن نامه به معاویه رضی الله عنه، یعنی که این نویسنده کاتبی مغیره که بود، مغیره فریادش کرد، مغیره گفت و این وراد نوشتن شروع کرد، میخواست که حضرت مغیره به معاویه نامه بنویسد، پس میگوید این وراد نوشتن شروع کرد. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، میگه گفت که هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم می نویست، کان یقول هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گفت فی دبر کل صلاتی، یعنی بعد از هر نمازی مکتوبه، یعنی نمازهای فرضی، لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سخن را بعد از هر نمازی فرضی تکرار میکرد و ذکر میکرد. پس معناش لا اله الا الله، یعنی نیست معبودی بر حق بجز الله، وحده اون الله به تنهایی است، لا شریک له الله در بر شریک ندارد، له الملک یعنی که ملک همه دارایی کائنات از آن الله جل جلاله است، و له الحمد همه ستایش و لایق ستایش الله یگانه است، و هو علی کل شیء قدیر و اون الله سبحانه و تعالی به تمام چیز قدرت و توانایی دارد. اللهم لا مانع لما اعطیت، ای بار الها منع کننده نیست هر چیزی که تو دادی ای الله، هر چیزی که الله بتید پس هیچ کس پیش راه اون را گرفته نمیتواند، ولا معطی لما منعت و نیست دهنده هر چیزی را که الله منع کند، یعنی الله وقتی که چیز را منع کرد دیگر کسی اون چیز را به اون کس داده نمیتواند، ولا ينفع ذا الجد منك الجد و فایده نمی کند صاحب کوشش کننده را منك الجد در عوض تو جد و کوششش، یعنی که انسان اگر هزار تلاش و سعی بکند اگر الله که نخواسته باشد این تلاشش و سعیش هیچ فایده براش رسانده نمیتواند. و کتب الیه، بعد میگن نویس به معاویه رضی الله عنه که انه کان ینهى عن قیل و قال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع میکرد از قیل و قال، از قیل و قال پیغمبر منع میکرد، از خنای سفسطه‌گویی بیهوده‌گویی. و اضاعت المال، همچنین پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع میکرد از بیهوده صرف کردن مال، یک انسان مالش در راه نادرست صرف کرده پیغمبر منع میکرد. و کثرت السؤال، همچنین پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع میکرد از بسیار سوال کردن. و کان ینهى عن عقوق الامهات، و همچنین پیغمبر صلی الله علیه وسلم بودن منع میکردن از رنجاندن مادران، پیغمبر صلی الله علیه وسلم از رنجاندن مادرها منع میکردن. و وعد البنات، و همچنین پیغمبر صلی الله علیه وسلم از زنده به گور کردن منع میکردن، یعنی زمان جاهلیت که جاهلای عرب دخترهاشون زنده به زنده گور میکردن، همون را میگه و وعد البنات، یعنی زنده به زنده گور کردن دخترها را پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع میکرد.
و منع و هات. و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم از منع، یعنی که از منع کردن حق دیگران، که یک انسان بالا یک کس حق دارد اون نمیتید، حق اون آدم نمیتید، پیغمبر صلی الله علیه و سلم از همین مانع شدن از به دست یک کس رسیدن حق منع میکرد، یعنی مانع نشوید، حق را به حقدار برسانید. و هاتین، و همچنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع میکرد از طلب کردن حق دیگران، یعنی که یک کس دیگر برای حقش یک کس بگیرد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم از این کارها میگم منع میکرد. این حدیث متفق علیه هست و سبق شرحه، و شرح الفاظ این حدیث میگه پیشتر گذشتگی بود. تقریبا حدیث 1430 است یا 440 تقریبا عینا همین حدیث را خواندگی بودیم. خب این بود باب منع بودن صرف کردن مال در غیر وجه شرعی. با همین این باب با آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود، باب النهی عن الاشاره الى مسلم بسلاح و نحوه سواء كان جادا او مازحا والنهي عن تعاطي السيف مسلولا. یعنی که باب در مسئله منع بودن اشاره کردن به سوی مسلمان به سلاح، یعنی یک طرف یک مسلمان به سلاح اشاره کردن، سلاح را به طرفش برداشتن، و نحوی یا به مانند همین سلاح را به طرفش برداری، یا که مثلا به سلاح قد به طرفش اشاره بکنی، سواء کان جادا او مازحا، فرقی ندارد که این جدی باشد یا هزل باشد. یعنی طرف یک مسلمان سلاح را گرفتن چی با جدیت و چی با هزل و شوخی، این منع است در شریعت. و در زیر این علما میگویند، در زیر این که حدیث را در پایان میخونیم و میگویند در زیر این امروز مثلا بعضی هستن که با ماشین هزل میکنن، مثلا رفیقشون در لای راه ایستاده است، ماشین در روش یک میگیرد، تیزی میکنه تا اینکه یک بترساند. اینها را هم برای شریعت چیکار کردگی است؟ منع کردگی هست. و نهی عن تعاطی السیف مسلولا، و همچنین شریعت منع میکند از به دست گرفتن کارد یا شمشیر مسلول، یعنی که به غلاف، بدون اون غلافش مثلا شمشیر را به تنهایی به دست گرفتن شریعت منع میکند. یعنی که اینها را منع کردن شما برای چی است؟ یعنی چی ضرر دارد که یک انسان به شوخی طرف یک از سلاح بردارد یا کارد را به غلاف به دست بگیره؟ ضررش چی است؟ ضررش یعنی احتمال بریدن کارد است که شاید دستی کسی را میبره، ضررش به کسی میرسد، یا طرفی کسی هزل میکنی، شاید همون زمان شیطان دست تو را زیر میکند که از سلاحت نیزه یا که تیر به طرف مقابلت میرسد. پس احتمال ضرر در اینجا وجود دارد، از این حساب است که شریعت منع میکند کاری که احتمال ضرر است از اون کار دست بکشید و دور باشید. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب همچنین دو حدیث برامون تقدیم میکند. اولین حدیث این باب حدیث 1782 کتاب ریاض الصالحین است که امام نووی رحمه الله میگوید عن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است از رسول الله صلی الله علیه و سلم که گفتند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا یشر احدکم الی اخیه بالسلاح، یعنی اشاره نکند کسی از شما به طرف برادرش با سلاح، این سلاح را به طرفش نگیرد، سلاح را جایی که تیر میبراید به طرف برادر مسلمانت میگه نگیرد. فانه لا یدری لعل الشیطان ینزع فی یده، زیرا اینکه میگه اون نمیداند، این انسانی که سلاح را به طرف برادرش به حد شوخی گرفتگی است، این نمیداند لعل الشیطان ینزع فی یده، شاید که شیطان ینزع فی یده یعنی که رها میکند در دستش، یعنی که شیطان بگیم زیرش میکند، همین لحظه ده شاید شیطان زیرش میکند، پس این فساد به وجود میاد که قتل یک مسلمان. از این حساب است که دین من میکند. فیقع فی حفرة من النار، پس این انسان میافتد در
چاهی از چاهای آتش جهنم، یعنی که یک مسلمان روایتی که به قتل میرسانی و سبب افتیدن در چاهی از چاهای جهنم میشوی، سبب افتیدن در دوزخ میشوی. از این حساب است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم طرف یک کس با جدیت یا که به هزل و شوخی سلاح را گرفتنش را منع میکند. این حدیث متفق علیه است. چطور گفتیم که در این همچنین چی می‌دراید؟ به هر اسباب های امروزه که احتمال خطر در اون است و با حزم و شوخی هم اگر یک انسان بخواهد که کس را بترساند، در این زیر این حدیث می‌دراید، پس منع می باشد. این حدیث متفق علیه هست. این بود حدیث 1782 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله روایت دیگر رو میارد، میگه در فی روایت لمسلمین قال، یعنی در یک روایت دیگر در مسلم اومده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند، ابو هریره رضی الله عنه گفتند که قال ابو القاسم صلی الله علیه و سلم، ابو هریره میگه که ابو القاسم صلی الله علیه و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من اشار الی اخیه بحدیدة، یعنی هر کسی که اشاره بکند به طرف برادرش به کارده، به حدید یعنی به کارده، چیزی که برنده هست، به یک چیزی برنده به طرف برادرش، برادر مسلمانش اشاره بکند، فإن الملائکه تلعنه حتی و این کان اخاه لابیه و امه، میگه هر آینه ملائکه لعنتش میگوید، ملائکه لعنت میگوید همین انسان رو، حتی و این کان اخاه لابیه و امه، حتی هرچند که اگر که همون در مقابلش بودگی فرزند پدرش باشد، اخاه لابیه یعنی فرزند برادری از طرف پدرش باشد، و امه یا برادری از طرف مادریش باشد، یعنی فرزند پدر و مادرش، و حتی همین هم باشد به طرف اون وقت سلاح میگیرد یا چیزی برنده را به طرف اون میگیرد، ملائکه ها میگوید این انسان رو لعنت میکنند. پس متاسفانه از بعض مردم این چیز دیده میشود که طرف برادرهایشان چیکار میکنند؟ کارت میگیرند و برای ترس دادن یا به خاطر چیزهای دیگر، پس اون انسان در لعنت ملائکه ها گرفتار میشود. فإن الملائکه تلعنه حتی، اگر میگه در اینجا حذف شده است، حتی یدعه، یعنی تا زمانی که اون کاردش رو بگذارد، یعنی که ملائکه ها این انسانی که به طرف برادرش کارد رو میگیره، چیزی برنده رو میگیرد، ملائکه ها لعنتش میکنن تا بکی، تا وقتی که اون چیزی برنده رو در جاش بماند. حتی یعنی که بگه که یدعه، در بعضی نسخه ها کلمه یدعه اومده است، اما در کتابی که ما خوانده استادم کلمه یدعو وجود ندارد. اگر از شما باشد نورون علی نور، زیرا که در بعضی نسخه ها و در بعضی روایت ها کلمه یدعه هست. حتی یدعو یعنی که تو اینکه همون کار رو در زمین بگذارد. و این کان اخاه لابی و امی، و اگر چند که میگه برادرش از طرف پدرش باشد یا از طرف مادریش، یعنی اگر هرچند نزدیک هم باشد، این کار رو به طریق هزل بکند یا به طریق جدی و شوخی هم بکند، در لعنت ملائکه ها گرفتار میشده است. این بود دوم روایت در زیر حدیث 1782. اکنون بعدش میگه قوله صلی الله علیه و سلم، یعنی که سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ینزع، میگه ضبط بالعین المهملة مع کسر الزای، یعنی که حرکت گذاشته شده است با عینی به نقطه، یعنی که عین است با ینزغ نگویش، ینزع حرف عین است، مع کسر الزای حرف زیر میگه کسره کردگی است، و بالغین المعجمه مع فتحها، اما در روایت دیگر میگه عین نقطه‌دار قطعی آمدگی است اما زارا فتحه کردگی است، یعنی که ینزغ، در روایت دیگر ینزغ آمدگی است. و معناهما متقاربون، چی ینزع بگوی چی ینزغ بگوی، هر دوش میگه معناش به بسیار نزدیک است. و معناه بالمهملة، یعنی معناش اگر که به عین قطعی بگوی ینزع یرمی، یعنی میپرتاید، میزند، یعنی که شیطان شاید چلیکش را، انگشتش را زیر میکند که این انسان سبب برآمدن تیر از سلاحش میشود و طرف مقابلش رو به هلاکت میرساند. و بالمعجمه ایضا، و همچنین به معجمه، یعنی که به عین اگر نقطه بونیم غین شود، یعنی زغه، اگر به این روایت باشد همچنین میگه معناش
یرمی و یفسدو، یعنی که میزند و فساد رو به وجود میارد، میزند و فساد رو به وجود میارد. و اصل النزعی الطعن و الفساد، اصل نعز میگه، اصل نزع میگه طعن و فساد رو میگن. طعن زدن، طعن کردن یعنی زدن، و فساد یعنی که فساد رو به وجود آوردن رو چی میگن؟ نزع میگویند. خب این بود معنای بعضی الفاظی که در حدیث 1782 کتاب ریاض الصالحین آمده است. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1783 کتاب ریاض الصالحین را میارد و میگوید و عن جابر رضی الله عنه قال، یعنی از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یتعاطى السیف مسلولا، میگم معنی کردگی از پیغمبر صلی الله علیه و سلم ان یتعاطى السیف مسلولا، اینکه دست به دست گرفته شود شمشیر مسلول به غلاف، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست به دست گرفتن یا دست به دست دادن شمشیر رو به غلافش منع کردگی هست، زیرا که در این بگیم احتمال فساد، احتمال ضرر وجود دارد. شاید شمشیر خیلی تیزی هست که طرف مقابل تمیتی دستش میبرد یا اگان اعضای بدنش رو میبرد یا ضرر به اون ایجاد میکند. از این حساب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه همین طور دادن کد رو منع کرده است. پس علما میگویند در شرح این حدیث که پس انسان وقتی یک کس کارت دادنی میشه و کارتی که در خانه استفاده میبریم، وقتی یک کس دادنی میشه طبق این حدیث باید با چی بتیم، زیرا که کارتایی که در خانه استفاده میبریم این خلاف ندارد. پس این ما باید چیکار به یک کس دیگر بدیم؟ میگه همون دستشو به طرف مقابلت دراز کنی، که خودت جای آهنش رو بقب، جایی که تیز است از این طرف خودت بگیر، زیرا که در دست اول تو خوش رو میقپی، بعد طرف مقابل درازش میکنی، اون طرف جایی که دست قب دارد او را میگه به طرف اون دراز کن و احتمال ضرر در این وجود ندارد. اما عکس کردی، دست خودت قپیدی و آهنش رو به طرف او روی کردی، دراز کردی، شاید دستش رو تیزتر دراز میکند، میزند یا تیزی بد باشد، در وقت قپیدن ضرر سببی یا که احتمالی ضرر وجود دارد. پس سببی ضرر نشوی. گفته علما میگن وقتی کار حتی خانگی هم دادنی میشه یا هر چیزی تیز رو دادنی میشه، کوشش کن که از طرف امنترش به طرف مقابل دراز کنی، طرف امنترش کدام جایش که امنش زیادتره کس همون طرف دراز که به اون طرف کی، تا اینکه سبب فساد نشوی یا ضرر به وجود نیاید. رواه ابو داود و ترمذی، این حدیث را ابو داود و ترمذی روایت کرده است و قال حدیث حسن، و ترمذی گفته است که این حدیث حسن است و قابل قبول هست. این بود بابی منع بودن از اشاره کردن به طرف مسلمان به سلاح یا به مانند سلاح چیزهای تیز قطعی یا برنده قطعی، اگر که چی جدی باشد چی هزل. پس این باب همچنین با خیر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود، باب کراهت الخروج من المسجد بعد الاذان، یعنی باب در مسئله مکروه بودن برآمدن از مسجد بعد از اذان دادن. بعد از اون که اذان بتیان یک انسان در مسجد شیشتگی بود، اذان همون نماز رو دادن و این انسان خسته برود، این چی دارد؟ کراهیت داره، کراهت تحریم، یعنی حرام است برآمده رفتنش. الا لعذر، مگر اینکه با عذر، اگر عذر داشته باشد برآمدنش کراهیت ندارد. عذر یعنی چی؟ یعنی مثلا طهارت کنی میخواهد برود طهارت کنه بیاد، اشکال نداره. یا عذری بزرگ پیش بیاید برآمده رود، در این صورت اشکال ندارد، یعنی که مرتکب حرام نشده است. اما به عذر اگر برآمده رود انسان بعد از اذان از مسجد، در این صورت مرتکب حرام شده است. حتی یصلی المکتوبه، این تا که معنی است؟ تا اینکه بخواند نماز همون فرضی شه. مثلا نماز پیشینه در مسجد شیشتگی بوده که اذان دادن، برای تو برآمدن ممکن است تا اینکه پیشینه با اون جماعت بخوانی، اول میخونی بعد میبروی از اون مسجد میروی. و در مسئله عذر چندین چیزها را علما ذکر میکنن. یکی از سببها را میگن عذر رو میگن مثلا دو نفر در مسجد درس میکردن یا صحبت میکردن و یکی از اون کسان مثلا امام یک مسجد دیگر است یا مؤذن یک مسجد دیگر است، در اینجا اذان گفتن
بعد از این اگر برآمده برود باکی ندارد. چرا؟ زیرا که این خودش مسجد دارد، باید برود در روز اذان شب بگوید اگر مؤذن باشد یا اگر امام باشد تا اینکه به قومش نماز را بخواند. این یکی از عذرها است. در این صورت میتواند انسان برآمده برود. حتی بعض علما میگن عذر شده میتواند که در اینجا مثلا اذان گفتن تو به نیتی در دیگر مسجد نماز را خواندن از مسجد برآمده روی. بعض علما میگن میشود، بعض علما میگن نه، به عذر در این جمع نمیشود. عذر مثلا این امام آواز خوب ندارد، پس یک امام دیگر در دیگر محله هست بسیار آواز خوب دارد. در این صورت فقط بگیم آواز خوب سبب شد که تو از مسجد برآمده رفتی، در این صورت هم جایز است. اما اگر نه هیچ اشکال ندارد، آواز مثلا مشکلی ندارد و فقط بگی نه من اینجا نمیخونم دیگه جا میرم، حتی علما اینم اجازه نمیتیان. بعضیش میگن که ممکن است، اما بعضی اجازه میتیان، اما بعضی میگن ممکن است، مگر اینکه اگر آوازی دیگر مسجد که خواندنی میروی آواز خوب داشته باشد، پس در این صورت این عذر شده میتواند، پس مرتکب حرام نشده ای اگر همین عذر باشد. اگر که نباشد انسان به هیچ ببراید از مسجد، مرتکب حرام شده است. خب این بود باب. پس در زیر این باب امام نووی رحمه الله یک حدیث برامون تقدیم میکند که حدیثی 1784 کتاب ریاض الصالحین است. میگوید که انا ابی شعثاء قال، یعنی از ابو شعثاء روایت است که گفت كنا قعودا مع ابي هريره رضی الله عنه فی المسجد. میگه ما نشسته بودیم همراه ابو هریره رضی الله عنه در مسجد. همراه ابو هریره میگه در مسجد نشسته بودیم. فاذن المؤذن، پس اذان گفت مؤذن آمد اذان رو گفت. فقام رجل من المسجد یمشی، پس برخیست میگه از جاش مردی در مسجد نشسته بود بعد از اذان گفتن یک مرد میگه از جاش خیست و یمشی رفت، یعنی از مسجد برآمد. فاتبعه ابو هریره بصره، یعنی که پس دنباله کرد ابو هریره دلنهو چشمانش رو به اون مرد. یعنی چی؟ یعنی به چشمش اون مرد را نگاه کرد که گیجا میرود، زیرا که مسجد بود، در مسجد بود، شاید تا دهنده را میرود میگردد یا شاید یک جای دیگر رفته است، خلاص هم داخل مسجد جاش حلش کرده است. خلاص میگه ابو هریره اول نگاه کرد اون مرد رو که اون مرد کجا میرود. حتی خرج من المسجدی، تا اینکه اون مرد میگه از مسجد برآمد. اول ابو هریره رضی الله عنه یعنی که نگاه کرد، انیق کرد، یقین کرد این مرد از مسجد برآمد. فقال ابو هریره، پس میگه ابو هریره رضی الله عنه بعد از این مرد از مسجد برآمدن گفت که اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلی الله علیه و سلم. اما گفت این مرد که از مسجد بعد از اذان برآمد، فقد عصا، پس واقعا گفت این نافرمانی کرد ابوالقاسم صلی الله علیه و سلم را، یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نافرمانی کرد، از فرمان رسول الله صلی الله علیه و سلم سرکشی کرد این مرد، یعنی مرتکب گناه شد این مرد به این کاری کرده است که بعد از اذان از مسجد برآمد. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس این بود بابی مکروه بودن برآمدن از مسجد بعد از اذان، مگر اینکه با عذر باشد، پس مکروه نیست. تا کی برآمدن مکروه است؟ تا نماز خواندن. وقتی نماز خوند بعدش بعد میتونه بره دیگه کراهت ندارد. خب این باب به آخر رسید. باب نو شروع می شود. باب کراهت رد الریحان لغیر عذر، یعنی که باب در مسئله رد کردن، قبول نکردن ریحان بدون عذر. مثلا یک کس برای شما یک دسته ریحان تقدیم کرد و شما این به عذر اگر که قبول نکردید، این کراهیت دارد که انسان از دست یک آدم به عذر ریحان قبول نکنه. منظور از ریحان فقط ریحان نیست، بلکه هر چیزی خوشبو است. هر چیزی خوشبو، یک انسان برای شما وقتی که یک چیزی خوشبو را تقدیم میکند، شما اگر که به عذر این چیزی خوشبو را قبول نکردید، پس شما عمل کراهیت را انجام دادگی هستید. چرا؟ زیرا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوشبویی ها رو خیلی دوست می داشت و در روایت نسائی و در روایت احمد آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که حبب الی من دنیاکم ثلاث، یعنی سه چیز این دنیا برای من بسیار محبوب است. سه چیز دنیا را میگه من بسیار دوست می‌دارم.
یکمش النساء زن، یعنی که به نکاح گرفتن زن. دویمش و طیبو، دویمش خوشبویی هست. پس همین ریحان رد کردنش معنی است به خاطر خوشبو بودنش. خوشبو که هست یک کس به طرف دراز میکند، رد کردنش معنی است. پس در حدیث میگه و جعلت قرة عینی فی صلات، یعنی که نور چشم من در نماز است، یعنی که نماز رو در این دنیا من دوست میدارم. پس ریحان رو بدون عذر، بدون عذر یعنی عذر چی شده میتواند؟ عذر یعنی چی؟ عذر مثلا یک انسان میداند که انسان بسیار منت گذار است، شما را یک دوخی میتید، یک عطر میتید، یک دسته ریحان میتید، در تمام جا آوازه و دروازه میکند، منت گذاری میکند که فلانی را من یک دوخی دادم، فلانی را من یک دسته ریحان دادم. از این طور انسان نگیر، از این طور انسان نگیر. پس این عذر شده میتواند. همین طور انسان اگر به طرف دراز کرد، ای قبول نمیکنی و کراهیت را مرتکب نمیشوی اگر ردش کردی از این طور انسان. یا یگان عذر دیگر دارد، یگان عذری که واقعا در شریعت عذر شده میتواند، پس میتونه که ریحان رو قبول نکنی از دستش. خب امام نووی رحمه الله در زیر این باب دو حدیث برامون تقدیم میکند. حدیث اول این باب حدیث 1785 کتاب ریاض الصالحین است که امام نووی رحمه الله میگوید عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که من عرض علیه ریحان، یعنی به هر کسی که بدهن ریحان را یا که هدیه کنن ریحان، تقدیم کنن به کسی ریحان را، فلا یرده، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه نباید این انسان اون ریحان را رد کند و قبول نکند. این کار را میگه اون انسان نباید بکند. فانه خفیف المحمل، پس را میگه همین ریحان خفیف المحمل است، یعنی که برداشتنش بسیار سبک است، چیز وزنی نیست. بگو که نه من وزنی نوش کردن نمیتونم و من جا کردن نمیتونم و خلاصا من گرفتن نمیتونم، این دیگه بهانه ها نیست، یعنی چیزی وزنی نیست که بهانه وزنیش کنی. طیب الریح، یا خوشبوی است، خوشبوی است، از این حساب میگه قبولش کن. پس یک انسان هم برای شما اگر دوخی تقدیم میکند، پس خفیف المحمل است، یعنی سبک است، پس بگیرش. و طیب الریح است، خوب بوی، خوشبوی است، بوی خوب دارد، پس اون را قبول بکن. رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1785 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1786 کتاب ریاض الصالحین را میآورد، میگوید و عن انس بن مالک رضی الله عنه، یعنی از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است ان النبي صلی الله علیه و سلم کان لا یرد الطیب، میگه هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم رد نمی کرد چیزهای خوشبوی را، مواد خوشبوی را، هر چیزی که باشد وقتی که بوی خوش می داشت پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را میگه ردش نمی کرد. هر کسی که چیزی خوشبو به پیغمبر تقدیم میکرد پیغمبر قبولش میکرد، چه یک گل باشد، چه یک ریحان باشد، چه یک عطر و دوخی باشد، خلاص هر چیز خوشبوی و پیغمبر تقدیم میکردن پیغمبر اون را رد نمیکرد، قبول میکرد. پس از این حساب به هر کسی یک خوشبویی تقدیم کرده شود، اون انسان این خوشبویی را قبول نکند، پس عمل ناشایسته را انجام داده، زیرا که پیغمبر ما عادت رد کردن چیزی خوشبوی نداشت، چیزی خوشبوی را رد نمیکرد. اما گفتیم که اگر عذر باشد، در این صورت اون عذر سبب میشود که این کراهیت از گردنت برداشته میشود و برای جایز میشود که ردش کنی. اما اگر عذر نباشد، به عذر ردش کنی، در این صورت کراهیت دارد و در این صورت عمل ناخوب را مرتکب شده ای، خلاف پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رواه البخاری، این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. پس با همین بابی مکروه بودن رد کردن و قبول نکردن ریحان بدون عذر با آخر رسید. بعد از این باب نو شروع می شود، باب کراهت المدح فی الوجه لمن خیف علیه مفسدة من اعجاب و نحوه و جوازه لمن امن ذلك فی حقه، یعنی باب در مسئله مکروه بودن مدح و ستایش و تعریف کردن یک انسان در رویش، یک انسان را در رویش تعریف و توصیف و مدح و ستایشش بکنی، این کراهیت دارد.
اون انسان کی باشد؟ لمن خیف علیه مفسدتون، کسی که ترسیده شود که اون انسان فاسد می شود، یعنی که ترسیده شود که اگر تعریفش کردی در روش پس فساد به وجود میاد و فاسد می شود. من اعجابین، مثلا تعریفش کردی اگر بعد عجب، خودبینی و خودخواهی و خلاصه این چیز در داخلش به وجود میاد، کبر در داخلش به وجود میاد و نحوی و مانند خودبینی و اعجاب مثلا یگان صفاتای بدی را در خودش به وجود میارد برای تعریف کردنت. پس این انسان، این طور انسان رو تعریف کردن میگه مکروه است، در رویش نباید تعریفش کنیم. و جوازه، یعنی باب در مسئله جایز بودن تعریف و مدح و ستایش کردن، لمن اومن ذلك فی حقه، برای کسی که اومنه، یعنی که امن هست در حقش، یعنی که تعریفش بکنی اون انسان کبر و غرور در دلش پیدا نمی شود. پس این طور انسان میگه دروشان تعریف کرده اگر جایز است، درست است. اما اگر کبر و اعجاب و خودبینی در اون انسان اگر پیدا شود، در این صورت تعریف کردن دروش معنی است. خب این است باب نو. این باب نو رو انشاءالله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان میرسونیم تا درس آینده. الله حافظ و مددکار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.